بهترین روش برای مرغ سوخاری سرخ کردن مرغامون که اصلا آب بهش نمیزنیم، فقط میذاریم با بخار خودش بپزه. یه بار دوستان اینو امتحان کنید، از طعمش لذت ببرید. اینم رب و رب اناره که با هم ترکیبش میکنیم، با هم استفاده میکنیم. حتما براتون توصیه میکنم یه بار این متد رو امتحان کنیم. دیگه از این به اگه یه بار این رو امتحان کنیم دیگه از این به بعد هیچ وقت موقع پختن مرغاتون آب استفاده نمی کنین. حالا توی این مرحله که پیازامون رو چیدیم، بعد میایم یکم که پیازامون نرمتر شد فلفل دلمایی و پیاز و رب انار و رب گوجه، بعد میایم مرغامون رو اینجوری میچینیم روی موادمون به این شکل. به این شکل روی پیازا توی این مرحله که گذاشتیم، بعد میایم در موادمون رو میذاریم. بعدن یکم که مرغامون پخت بهش زعفرون و نمک و فلفل اینا اضافه میکنیم، ادویه‌جاتمون رو. ولی توی این مرحله نه، الان درش رو میذاریم، زیر شوره رو کم میکنیم و میذاریم تا این مرغا به آب بیفتن، با روغن خودشون به روغن بیفتن. فعلا تا اینجا کارمون رو میکنیم. خب دوستای خوبم توی مرحله رسیدیم، مرحله آخرشه. زعفرون رو اضافه میکنیم. بعد دوستان ببینید مرحله پایانی رو ببینید. تو قسمت دهنه آهنگ گویم صداشو بشنن دوستان. فقط کافیه یه بار این طرز پخت امتحان کنیم، دیگه برای همیشه از این روش استفاده میکنیم. نوشه جون. بعد مرحله آخر این دارچینا رو اضافه میکنیم برای تمیز. ببین کیفیتشو. ببینید اینم از سسش، بدون که یه ذره آب استفاده کنیم به این غلظت رسیده. نوشه جون.